همه شما رو به مناسبتی اومدی در عرفه روز سید فطر قرار داریم. تبریک و تهنیت میگویم. خداوند عزوجل روز سید، یعنی سه روز دیگر که از ماه مبارک رمضان ماندگی است، همگی رو مبارک و برکت بگرداند و خوش آمدید بگویم. خداوند عزوجل این ختم قرآن و روزه و طاعت عبادت و همگی را به درگاهش قبول بفرماید. و قبل از آغاز مجلس میخواستم امام خطیب مسجد مرکزی قاری ابوالخیر تلاوت کنند چند آیتی، بعد شروع کنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن والعاملين به يا رب العالمين. پروردگار در این ماه نزول قرآن، ماه قرآن، اجر و پاداش، خیر، برکت و آیات تلاوت شده را در قبر گذشتگان همه ما، خصوصا پدر و مادران گذشته ما، همچون نور و رحمت مغفرت بگردان. پروردگار در این ماه قرآن همه حاضرین و اهل خانواده و فرزندان و پیوندان، خصوصا کشور ما را با شرافت قرآن، با برکت قرآن، با عظمت قرآن و با نور قرآن منور و نورانی بگردان. پروردگار در این عصر فتنه، ظلم و ستم، خون ناحق ریختن، کشور ما و امت اسلامی را از تمام ضرر، خطر و بلا و آفت در پناه اسمت خودت نگه بدار. پروردگار همه حاضرین را عزت و برکت و سعادت دائمی نصیب روزی بگردان. پروردگار پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور اسلام و مسلمین را در تمام کارهای خیر و عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفقشان بگردان. سعی و تلاششان را برای آبادی و آرامی این کشور باز هم مبارک و با برکت تر بگردان. پروردگار همه آنهایی که در مهاجرت مهنتی هستند، هموطنان عزیزی ما، خداوندا همه اونها رو در پناه اسمتت نگاه بدار. در مهنت و زحمتشان برکت عطا فرما. سالم و غانم و با عزت و با برکت به نزد خانواده و پیوندان و فرزندان بر بگردان. پروردگار در این ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن و ماه اجابت دعا، دعاهای ما رو به درگاهت قبول بفرما. دستهای ما رو خالی مگردان. همه ما رو زیر سایه رحمتت قرار بده و با نظر خیر و برکت نظر رحمتت نظر کن. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. من با قرار مجلس شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان شما را شناس میکنم، برای شما ارائه میکنم. اگر چی از فکر و هر یک بند رو در علایدگی یا که در یک جایگی در آوازمانم، در یک جایگی در آوازمانم سلامت باشید. درباره معین نمودن روز عید سید رمضان سال 2026 در قلمرو جمهوری تاجیکستان و مسائل مربوط به آن شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان قرار کرد. اول، موافق حساب علمی عید سید رمضان در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان روز جمعه 20 مارس سال 2026 تجلیل کرده شود.
وقتی برگزاری نماز عید سعید رمضان ساعتی 7:30 معین کرده شد. از همه اعضایان شورای علما خواهش میکنم کسی که با طرفداری بندهای قرار شورای علما موافق هستند آواز دهند. خب مقابل بی‌طرف نیست. سلامت باشید. و خیر برکتیت و خدا کند که دویم همدلی و همدیگر فهمی و اخوت برادری در بین همه امت اسلامی و علما و بین علما خصوصا، یعنی همیشه یک دیگر فهمی و یک دیگر قدر کنی باشد.